السلام علیکم و رحمت الله. استاد جان و سلام علیکم همگی. السلام و رحمت الله. این ماه قرآن میگویم یک توصیه دیه که ما از این کتاب در این ماه درس گرفته باشیم. خواهر انیفه جان حاضر در آخر صحبت هم گفتم که ماه قرآن است و الله این انزلناه فی لیلت مبارکه میگوید ما قرآن را در شب مبارک فرو آوردیم و در سوره قدر هم در شب قدر و ماهی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم به جبرائیل قرآن را هر روزه یک پارگی میخواندند و در سالی که از دنیا رفتن دو جز خوانده بودند و می توانیم ختم کنیم، می توانیم کم کم به حفظ شروع کنیم، ولی چه خیلی گفتم خواهران عزیز، عمل کردن به قرآن مهم است. حداقل آیات هایی که درباره زن ها می آید، ما فقط 500 آیت، حتی بعضی علما میگویند به 300 می رود چون چند تایش هم معنا هست. آیات های داریم که احکام الآیات هستند، یعنی از آن آیات ها ما حکم میگیریم درباره قسم شکستن، درباره طلاق، درباره شیر دادن، درباره روزه، درباره زکات، درباره مثلا بعضی از احکام های دیگر. حداقل مهمترین فرض های خود را که در قرآن آمده است باید از آن باخبر شویم. یعنی فقط با یک روخانی نباید این ماه را سپری کرد. حداقل درس های از قرآن بگیرید که بگوید من در رمضان این آیت را خواندم و انشاءالله این آیت همیشه برای عمل کردن در حیات من میماند. جزاک الله خیر استاد. و ایاکم.